درود بیننده ارجمند، عبدالله اشرف هستم. در خدمت شما. ساعت در شهر پراگ اداره مرکزی رادیو آزادی 10 و در شهر دوشنبه 1 است. تا شروع برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. حالا اینجا میخواهم فشرده مهمترین اخبار روز را به سهم شما برسانم. با تفصیلات این و خبرهای دیگر شما را در نشر مفصل برنامه اخبار آزادی آشنا خواهم کرد. امیدوارم شما ما را اینجا و هم در پخش زنده نشر مفصل برنامه اخبار همراهی میکنید. نخست شروع کنیم از آن که امروز پرزیدنت امام علی رحمان فوتبال بازان و مربی‌های منتخبی نورسان فوتبال تاجیکستان را در قصر ملت به حضور پذیرفت. فوتبال بازان نورس و سرمربی دسته از دست رئیس جمهور هر کدام 20,000 سومانی جایزه گرفتند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت اطلاع داد که برای قدردانی از موفقیت فوتبال بازان نورس از فوند ذخیروی پرزیدنت 660,000 سومانی مبلغ جدا شده است. این منتخب تاجیکستان در بازی‌های قهرمانی آسیا 2018 در مالزی سزاوار مقام دوم شده با چمپیونات جهانی فوتبال که در پیرو برگزار می‌شود راه خط گرفت. دیروز در فرودگاه بین‌المللی پایتخت پیشوازی با تنتنه آنها با حضور رستم امام علی رهبر فدراسیون فوتبال و شهردار دوشنبه هم برگزار شده بود. در این ملاقات رئیس جمهور با فوتبال بازان نورس چی گفت، چی توصیه ها داد، منتظر باشید. در نشر مفصل برنامه اخبار آزادی برایتان خواهم گفت. برنامه را ادامه میدهیم با گزارش دیگر. شبنم سوریا آوازخوان معروف تاجیک زادروز دارد. او چند پیش از امریکا پس از شرکت در چهاربینی سطحی بلندی سازمان ملل متحد برگشت و پس از این برای مبارزه با بیماری سیل در تاجیکستان کمک خواهد کرد. در جشن زادروز همکار ما شبنم را همراهی داشت و گزارش تهیه دارد. شبنم زادروزش را در کجا و با کی و چگونه سپری کرد؟ منتظر باشید. در پخش زنده برنامه اخبار آزادی برایتان نشان خواهم داد. در ادامه توجه شما را به بحث دو همسایه در شهر دوشنبه جلب میکنیم. ماجرای این دو همسایه خیلی فراتر از کوچه آنها رفته تا به رئیس شهر دوشنبه کشیده است. یکی از جانب‌های بحث ادعا دارد که دیگری از نام رئیس شهر دوشنبه سوء استفاده میکند. بحث میان همسایه‌ها حالا در کشور زیاد به نظر میرسد، چون پس از سالهای 90 بسیاری از ساکنان خودسرانه خانه و منزل و دیگر انشاءات را بدون مراعات قاعده‌های شهرسازی بنیاد کردند. در نتیجه بحث‌ها بر سر کوچه و دیوار و بناهای خودساخت زود سر میزنند. اما چرا در این بحث جانب‌ها رئیس شهر را در میان میگذارند؟ با ما باشید. در پخش زنده برنامه اخبار به شما خواهم گفت. سپس گزارش داریم درباره قصه تلخ مدینه 14 ساله از شهر کولاب. او 4 سال این جانب در آرزوی دیدار مادر است و در خانه خویش و تبارانش زندگی میکند. مادر با خواهران خردسال دیگر او در عراق زندانی است. سرنوشت این دختر چگونه است و چرا مادر او به زندان عراق افتید؟ او درباره مادرش چی میداند و چی آرزوها را در دل میپرورد؟ در این باره در برنامه گزارش داریم. تا 3 ساعت دیگر ما را همراهی کنید، آن را با هم میبینیم. بیننده ارجمند، در برنامه همچنان خبر و گزارش های جالب دیگر هم داریم. همه گزارش های ما در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و در شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر دسترس هستند. شما می توانید نظر و اندیشه های خود را زیر مطلب های ما بیان کنید. تا دیدار نوبتی در برنامه اخباری آزادی.